سلام. تو این ویدیو میخوام یه گره FG بهتون یاد بدم که روی قایق به تنهایی بتونید اون رو بزنید. چون زمانی که ماهی حمله میکنه اگه کسی کمک بخواد این اتفاق میفته. هر ویدیو هم یه نکته طلایی بهت میگم که بتونید توی حمله یه گله ماهی درشتا رو بزنید. برای زدن گره FG هلوش 8 سانت تا 10 سانت از نخ فلورکربنتون رو جدا کنید. 20 سانت هم از نخ برایدتون کافیه. نخ برایدتون رو روی نخ فلورکربنتون بذارید. این محل طلاقش رو با انگشت شستتون فشار بدید. از این انتهایی که از چرخ اومده یه دونه به زیر میرید، برمیگردید به این سمت، چند تا تقه میزنید که صفر بشه. دوباره از این ور به همین صورت. 2 برای هر طرف 10 بار این کار رو تکرار میکنید. برای اینکه تو شلوغی این استا من رو گم نکنید اون دکمه فالو رو بزن. 3 بعد از این شما باید به این بافت برسید. به این بافت منظم باید برسید. و اینجا چک کنید اگه بد جور بافته شده، مثلا دوتا گر رو هم دیگه دوتا نخو میبینید و منظم نیست، باز کنید دوباره از اول. حالا اینجا این ادامه نخی که از چرختون اومده با نخ فلورکربنتون، اینا رو با هم رو هم قرار میدین. این سر آزاد نخ برایدتون رو از زیر میارید، این دوتا رو در بر بگیره، از پایین میکشید، یه حلقه ایجاد میکنید، یه گره میزنید و این گره رو محکم میکنید. این بافتتون رو فشار میدین، اینو میکشین، گرهتون رو صفر میکنید. این کار رو 4 تا 6 بار میتونید انجام بدید. برای آخر کار هم همین کاری که با این دوتا نخ کردیم حالا با خود نخ براید انجام میدیم. این گره FG الان کاملا سفت شده. اضافه نختونم میبرید و گره خیلی خیلی محکم الان شما دارید که به هیچ وجه اینجا جدا نمیشه. طلایی هم این بود که وقتی شما با یک جوشش ماهی مواجه میشید، اگر لورتون رو تو مرکز جوشش بندازید ماهی‌های کوچکتر میزنن. اگر در پیرامون اون جوشش لورتون رو بندازین و شروع بکنید به اسمین کردن، احتمال اینکه ماهی‌های بزرگتر یا صید کنید بیشتره.